از نگاه دین اسلام خودکشی هسته استاد؟ در کدام حالت، مثال در یگام حالتی هسته که خودکشی اسیری یا یگام حالتی که باشه؟ در یگان حالت نیست. خودکشی، خودترکانی، این کارا حرام است، ممکن نیست. اون دلیلایی که میبیارن دلیلای ضعیف است. یعنی چه خیل یک صحابه به بالای قصر برآمد و قلعه به بالا برآمد و خود را به پایان پرتافته دری قلعه را کشاد. سپس مسلمانان هجوم کرده وارد قلعه شدند. او 99% با از 199 دیگر میداند که وقتی که یک نفر خود را به قلعه پرتاید کشته میشد. میدانست که کشته میشد، خودش را پرتاف کرد. لیکن آخه اینه به خودترکانی قیاس کرده نمیشد. او خودش نکشت، او را کشتند. و الله تعالی هم گفت که یقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشند. یعنی که 99% 100% قریب که باوری که شما وقتی که به همین یک مکان رفتید کشته میشید. این دیگر است. اگر مصلحت باشد، فایده باشد برای مسلمان، یک نفر کشته میشد لیکن درک شده که میشد مسلمان ها وارد میشده باشند، اجازت است. لیکن خیلی که خودتون ترک کنید برای کشتنی دشمن ها، اینش نآمده است. این نادرست است، قیاسی نادرست است. الله تعالی هم در قرآن گفته است که میکشند و کشته میشند. خداشان را میکشند تا اینکه دیگرها را کشند نگفته است. و آن کاری که دلیل میبرن از صحابه ها، اینم اگر خوب نظر کنید دلیل نادرست است. ببینید صحابه میدراید تا اینکه دری قلعه را کشاید، لیکن 99% باوری است که کشته میشد. میداند که کشته میشد لیکن کشته شد. از جانب دشمن ها کشته شد، نه خودش را کشت.